سلام و درود دوستان. در این ویدیو قرار شما رو با یکی از خطرناکترین مارهای آسیا، خاورمیانه و حتی آفریقا معرفی کنیم. این مار که قبلا ویدیوش در ایران ضبط شده و برای شما به اشتراک گذاشته شده، یکی از خطرناکترین مارهای ایران، هند، آفریقا و کلا آسیا و شبه جزیره عربستان هستش. اکیس کاریناتوس یا مارهای پولک اره‌ای که به نام انگلیسی ساو اسکلت وایپر شناخته میشن و به اونها افعیه های فلس اره‌ای یا افعیه های پولک اره‌ای گفته میشه که در ایران به مار جعفری لقب داده شده. یکی از خطرناکترین، مرگبارترین و کشنده‌ترین مارهای آسیا به خصوص ایران که یکی از پرگزشترین مارهای ایران و هند و آفریقا هم به حساب میاد و به علت اینکه تعامل و تعارض زیادی با انسان داره و در کنار مناطق مسکونی و اطراف روستاها و شهرها پیدا میشه، به خصوص در جنوب کشور تعداد دفعات گزش اون زیاده و مرگ و میر توسط این مار هم آمارش بالا هستش. افعیه های جعفری جز مارهای کوچک جثه هستند و بزرگترین اونها تا طول حدود 98 سانتی متر رکورد شده و کشف شده. جز مارهایی هستن که سریعترین گزش رو در بین مارهای زهراگین دارن، همونطور که در تصویر دارید مشاهده میکنید به صورت اسلو موشن، و به سرعت میتونن مهاجم رو مورد گزش قرار بدن. افعیه های جعفری بین 30 سانت 60 سانت تا 98 سانت در اقصا نقاط ایران و دنیا یافت شدن، یعنی قاره آسیا، و دارای رنگ ها و طرحهای مختلفی هستند. اما چیزی که در همشون یکسانه و قابل رؤیت در اکثر این مارها در مناطق مختلف، علامت صلیب شکسته یا جت و یا فانتومی هستش که روی سر اونها قرار داره و به وضوح قابل مشاهده است، و همینطور زیگزاگ های سفید و مشکی یا سفید یا خالهای سفید با حاشیه مشکی که روی بدن اینها به وضوح قابل مشاهده است، همونطور که در تصویر دارید مشاهده میکنید. افعیه های جعفری رنگ بدنشون خاکستری مایل به نقره‌ای، شنی، زرد، قهوه‌ای و خاکستری یا متمایل به آجوری هست و اون خط سفید رنگ زیگزاگ مانندی همراه با لکه‌های سیاه یا سفید با حاشیه مشکی که بهتون گفتم در سطح جانبی دیده میشه، در سطح جانبی بدن همونطور که در تصویر دارید مشاهده میکنید، و اون علامت صلیبی شکل روی سر این مار قرار داره یا حالت جت و یا صلیب شکسته که دارید مشاهده میکنید روی سر مار به وضوح قابل مشاهده هستش. افعیه های جعفری سر تخم مرغ شکل و چشم های برآمده بسیار کهربایی و درخشان داره با مردمک عمودی و بدنشون نسبت به اندازه سر پهن‌تره و کلا طول بدن کوتاهی دارن. تمامی اینا که گفته شد مشخصه شناخت افعیه های پولک اره‌ای یا به خصوص افعیه جعفری ایران هستش. زیستگاه افعیه جعفری یا پولک اره‌ای در مناطق ماسه‌ای، صخره‌ای، خاک‌های نرم، درخت‌زارها و زیر سنگ‌ها هستش و پراکندگی اون در جهان. این مار در کشورهای افغانستان، ایران، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، امارات متحده عربی، ازبکستان، عمان، ترکمنستان، تاجیکستان و آفریقا پراکندگی داره. اما در ایران در شهرها و استانهای اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، شمالی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، هرمزگان و یزد یافت میشه و قابل مشاهده هستش. این مار به صورت سایت بایندر یا کجرو حرکت میکنه و رفتار تهدیدآمیزی که از خودش نشون میده به صورت نعل اسب در میاد، فلسای زبر خودش رو به هم میماله و صدای مانند ریختن آب روی یک سطح داغ ایجاد میشه که به مهاجم هشدار میده نزدیکش نیاد. این مارها زنده‌زا هستن و در اواخر فصل تابستان نوزادان خود رو به صورت زنده به دنیا میارن. دوستان، تصاویر افعیه جعفری ایران رو که قبلا براتون ضبط کردیم رو مشاهده کنید و متوجه سرعت گزش اون بشید که به صورت ویدیو اسلو موشن ضبط شده. این ویدیو رو ما سرعتشو خیلی آوردیم پایین، تقریبا بین هر 0.02 ثانیه افعیه جعفری میتونه فرد رو مورد گزش قرار بده و اونقدر سریعه که اصلا متوجه گزشش نمیشید.
صدایی که دارید میشنوید صدای فلس‌هایی هستش که حالت اره مانند دارن و وقتی به حالت نعل اسب در میاد این افیون و فلس‌های خودشو همونطور که مشاهده میکنید به هم میخراشه، یک صدای خشخش مانندی به حالت ریختن آب روی یک سطح داغ ایجاد میکنه. اگر در طول شب در مناطق جنوبی ببینید چه گزشی و رقم زد، اصلا شوخی نداره این افی و یکی از بی‌حساب‌ترین افی‌های ایرانه و چشم‌های بسیار درشت و زیبا. ببینید چقدر زیباسی مار. ببینید چه گزشی انجام داد. عوارض گزش این مار به شدت زیاده و باعث خونریزی شدید داخلی میشه اگر مورد گزش قرار بگیرید و میتونه منجر به مرگ بشه اگر فرد سریعا خودش رو به مرکز درمانی نرسونه و به اونها مراجعه نکنه. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. من آیین نیک خان هستم از چنل نیک وایپرز و قصد داریم خزندگان و جانوران زهرگین ایران و اقصا نقاط دنیا رو به شما معرفی کنیم و در اطلاعاتی که داریم درباره اونها در اختیار شما قرار بدیم. ممنونم که با حمایتاتون به ما انرژی میدین.